سلام بچه ها، خوش آمدید به پیج ناصر حمیدزادگان. من اومدم که به شما برچسبایی که از کیمدی به دست آوردم و به شما رونمایی کنم. بریم واسه رونمایی کردن. اول از همه از برچسب توماس مولر شروع میکنیم، رویالش. بعد این برچسب اشتباه کردم بچه ها. برچسب بعدی گارناچو امضا، نه امضا نیست، یعنی من که دارم اشتباه میکنم وقتی منو. و بعدی اینو داخل کامنت به هم بگین، اینم داخل کامنت به هم بگین. این نصف کاسه نمیدونم کیم بازی کنم ببخشید، ولی نویر امضا طلا، یعنی بهترین دروازه‌بان تاریخ بود قبلا و بهترین دفاع که من ازش خوشم میاد. ادر هازار امضا طلا و کوین دی بروینه امضا اشتباه کردم پرایم 4، نمیدونم اسم این تیم چیه. این تار شده اسمشو بدم. این تیم رو کسی دیده بس هم بفرستید. و این و برچسب بعدی دیماریا پرایم 3 مال تیم پی اس جی. میبینین دیگه، من بخواستم بهترش نشون بدم. برچسب بعدی کاهان، این کارتش من دارم و به درازه‌بان آلمان قبلا، اگه درست بگم. آورال 84 93 93 93 آلمان ادوانس. و کارت بعدی به خوش‌تیپ‌ترین بازیکن جهان دیوید بکام با آورال 91 84 92 5 90 مال بازیکن انگلیس که من دنبال رویالش میگردم که واسه شما بیارم و آنباکس کنم و رونمایی کنم. برچسب بعدی پرایم 2، این نمیدونستم چی بود، مال رئال مادرید، مثل اوزیله، همون هست اوزیل پرایم 2 که بهتون کارتش نشون دادم، مال رئال مادرید بود ولی این مال انگلیسه، اون یکی مال آلمانه. و این یکی داخل کامنت ها باسم بنویسین. این یکی بچه ها میگم بازیکن خوبیه ولی من ازش زیاد خوشم نمیاد. نیام میگه بدش من نشکستم بذار اول رونمایی کنم به بچه ها، بعد بهتون میدمش